سلام بینندگان عزیز، برنامه فرهنگ حقوقی است از تلویزیون تاجیکستان. منظور شما بینندگان گرامی، چخیلی که به ما معلوم است والاترین دستاور برای هر یک کشور این صاحب شدن به استقلالیت دولتی می باشد که با قبول اعلامیه استقلالیت خود به این دستاورد بزرگ نائل می گردد. خوشبختانه این سند عالی سیاسی حقوقی برای ملت صاحب تمدن تاجیک و جمهوری تاجیکستان 24 آگوست سال 1990 به دست آمد و برای استقلالیت دولتی تاجیکستان زمینه مستحکم حقوق سیاسی را به وجود آورد. محض با شرافت به دست آوردن استقلالیت دولتی، تاجیکستان همچون قسم جدا نشونده جامعه جهانی پذیرفته شد. بعد به دست آوردن نعمت بی‌بها یعنی استقلالیت، باید سند تازه تهیه و قبول کرده میشد که فراگیر همه هدفهای دولت از جمله معین نمودن ساختار دولت، اداره دولتداری و پایداری دولتی باشد که این با نام کنستیتوسیا معرفی می شود و سند اساسی شناخته شده است. کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان مقرر کننده اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، وضع حقوق انسان و شهروند، اساسهای تشکیل و فعالیت مقامات حکومت دولتی، نظام انتخابات و رای‌پرسی، معین کننده سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری می باشد. در این حاشیه طبق کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی و یگانه بوده، همچنین دخالت‌ناپذیری حقوق و آزادی‌ها، حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق فطری انسان کفالت داده شده‌اند. چخیلی که قید نمودیم، در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان هدف‌های دولتداری ملت تاجیک مشخص گردیدند. برای رسیدن به این هدف‌ها ضرور است که معرفت حقوق شهروندان بلند برداشته شود. وابسته به این، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 28 دکبر سال 2023 در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2024 را سال معرفت حقوقی نام گذاشتند. هدف از این پیشنهاد و بعداً با قبول گردن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سال معرفت حقوقی از 3 دکبر سال 2023 این بلند برداشتن سطح معرفت حقوق شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم نمودن استیتوی حقوق انسان، مناسبت احترامانه با آن، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آشتی ناپذیری نسبت به همه گونه حقوق بیرونکنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، هماهنگسازی فعالیت تمامی سوبیکت‌های ترغیب و تشویق حقوقی، تشکیل نمودن مکانیزم ثمراناک همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوق شهروندان میباشد. انجام دادن تدبیرهای ذکر گردیده ارزش عالی بودن انسان، حقوق و آزادی‌های او را تأمین نموده به احترام و رعایت کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان، قانون‌ها و سندهای ملی حقوقی دیگر، بلند برداشتن حس وطن‌دوستی، تقویت رغبت شهروندان به دانش‌های سایه حقوق، وسیع نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات حقوقی، اشتراک فعالانه شهروندان در فعالیت حقوق ایجاد کنی و پس گردیدن سطح حقوق بیرونکنی مساعدت می‌نماید. امروز در برنامه ماده 32 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان را شرح و توضیح می‌دهیم. مطابق ماده 32 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان هر کس حقوق دارد صاحب مالکیت و میراث باشد. هیچ کس حقوق ندارد حقوق شخص را به مالکیت بکار و محدود کند. مال و ملک شخص را برای احتیاجات جمعیت فقط در اساس قانون و رضایت صاحب آن با پرداخت ارزش پررش دولت گرفته میتواند. توان ضرر مادی و معنوی که شخص در نتیجه عمل غیر قانونی مقامات دولتی، اتحاد جمعیتی، حزب‌های سیاسی، دیگر شخصان حقوقی و شخصان علیحده می‌بینند موافق قانون از حساب آنها رانده می‌شود. پیش از آن که درباره ماده تفسیر شونده صحبت نمایم، یک چیز را می‌خواهم خاطررسان نمایم که در دیباچه پیمان بین‌الخلقی دایر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با قدنامه اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد از 16 دکبر سال 1966 قبول گردیده است، آورده شده است که اوج اعلای حقوق انسان تنها در آن وقت نائل می‌گردد که اگر چنین شرایطی تشکیل کرده شود که هر کس تواند از حقوق‌های اقتصادی خود همان طور استفاده نماید که
از حقوق شهروندی و سیاسی خود استفاده میبرد. حقوق مالکیت اینستیتوت حقوق مدنی بوده از مجموع میره حقوقی عبارت است که مناسبت‌های جمعیتی را وابسته به داشتن، استفاده بردن و اختیارداری نمودن مالکیت به تنظیم می‌دارد. حقوق مالکیت اینستیتوت حقوق مدنی بوده از مجموع معیارهای حقوقی عبارت است که مناسبت‌های جمعیتی را وابسته به داشتن، استفاده بردن و اختیارداری نمودن مالکیت به تنظیم می‌دارد. سه وکالت یا حقوقی که قانون به صاحب ملک داده است مضمون حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهد که اینها حقوق داشتن یعنی معنای عملا در دست شخص بودن مال ملک را دارد. حقوق استفاده بری امکانیت از روی قانون استفاده بردن مال ملک از آن گرفتن فایده با مقصد قانع گردانیدن درآمد و ثمره از اشیا را دارد. سوم وکالت صاحب ملک که مضمون حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهد این حقوق اختیارداری یعنی صاحب ملک امکانیت دارد از روی قانون تقدیر حقوقی مال ملکش را با خواهش خود حل نماید. اگر در اینجا به طور مثال آوریم تلفن موبیلی را در حالت گرفتن تلفن این معنای حقوق مالکیت یعنی داشتن را در نظر دارد. هنگامی که ما از تلفن استفاده میبریم از شبکه‌های اجتماعی در این حالت ما حقوق استفاده بری را داریم و هنگامی که تلفن را ما خریداری می‌نماییم یا هدیه میگیریم در این حالت حقوق اختیارداری ما پیدا میگردد. تنظیم مناسبت‌های مالکیتی برای همه سایر حقوق ضرور است زیرا آن اساس اقتصادی جمعیت را تشکیل و معین می‌کند که این در ماده 12 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چنین درج شده است. اساس اقتصادیات تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ حقوقی همه شکل‌های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را کفالت می‌دهد. شکل‌های مالکیت در جمهوری تاجیکستان طبق ماده 185 کدکس مدنی با مالکیت دولتی و خصوصی جدا می‌شود. مالکیت دولتی باز در نوبت خود به نمودها تقسیم می‌شود یعنی مالکیت جمهوری و کمونالی یعنی مالکیت واحدهای مأموری حدودی. مالکیت جمهوری از خزینه جمهوری و ملکی که مطابق قانون به شخص حقوقی دولتی جمهوری وابسته کرده شدند عبارت میباشد. مالکیت کمونالی باشد از خزینه محلی و ملکی که مطابق قانون به شخص حقوقی کمونالی وابسته شدند عبارت میباشد. در برابر مالکیت جمهوری و کمونالی مالکیت استثنایی موجود است که در ماده 13 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چنین درج گردیده است. زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضای هوایی، عالم نباتات و حیوانات و دیگر بایگری طبیعی مالکیت استثنایی دولت میباشد و دولت استفاده ثمرانه که آنها را به منفعت خلق کفالت میدهد.